سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم با هم 3 تا بیلتک خیلی خفن توی ماینکرافت بسازیم که ساده هم هستن همشون. و اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما کانال منو دنبال کنیم و لایک و کامنت برام بذاریم. بریم شروع اولین بیلتکمون. Let's go. خب ما اول به یه خونه نیاز داریم که حالا من یه خونه کوچیک ساختم. شما هم تو خونه خودتون میتونید حتما این کار انجام بدید. بعد روی دیواراش این تخت‌ها رو میذاریم و توش پر از این خطای ریز میکنیم و من این کار انجام میدم و بهتون نشون میدم. خب بچه ها الان کل دیوارمون میبینید که من از این بلاک‌ها زدم و خط براش گذاشتم و خیلی قشنگ شد. حالا رو هر کدوم هر رنگی دلمون میخواد میزنیم و اون رنگی میشه. من مثلا اینجا رو سبز زدم، اینجا رو قرمز میزنم که الان رنگ کم رنگی هم هست، اینجا رو هم زرد میزنم. حالا این بادمجون این آبیمون رو برمی‌داریم که خیلی هم معروفه، همه میدونن. میذاریم روشون. نگاه کنید چقدر پررنگ و خفن شدن، خیلی خفن شد. حالا من تنظیمات شب میکنم ماینکرافت رو که ببینید تو شب چه جوری میشه، واقعا اونجوری خفن تره. تایم دی نایت. خب بچه الان شب شد و نگاه کنید که واقعا خفن شد. و تو کامنت ها بگید از 1 تا 10 به شماره 1 دقیقه ویدیو رو بذارید، بگید چه امتیازی میدید بهم. خب این مخصوص کسایی که میخوان اتاق گیمینگ و اینا بسازن. بریم آموزش دوم. برای آموزش دوم به بلاک سنگ نیاز داریم و آب و لاوا که خیلی ساده است. ما بلاک سنگ رو برمی‌داریم تا بالا میریم و هر شکل خودمون دلمون میخواد درست میکنیم. مثلا مربع، مثلث، مثلا یه مستطیل درست کردم این بالا. بعد بلاک‌های زیریشو همه رو خط میزنیم که فقط یه مربع باشه این بالا یا مستطیل، فرقی نداره. بعد رو هر بلاکش یه دونه بلاک لاوا قرار میدیم، فقط یه دونه باشه رو هر بلاک. و تا آخر این کار ادامه میدیم و منتظر میشیم تا لاواها به سطح زمین برسه. الان داره لاوا کم کم میرسه به سطح زمین. باید اینو صبر کنیم تا برسه، بعد کارمون رو شروع کنیم. خب الان من صبر میکنم تا برسه به سطح زمین و این دور و برای گشتی میزنم و منطقه رو نگاه میکنم و بریم توش. الان قشنگ شد ولی این تازه اول کارمونه و هنوز چیزی اتفاق نیفتاد. خب بچه ها این داره میاد، یه ردیفش رسید پایین، یه ردیفش رسید، ردیف دوم هم داره میرسه و این هم ردیف آخر. خدا بیامرزد گاو کوچک، البته گاو بزرگ بود. خب بچه ها الان تمام لاواهامون ریختن رو زمین و ما کارمون رو شروع میکنیم. رو هر بلاکی که لاوا قرار داریم الان روش ما آب میزنیم، دقیقا روی همون آب میزنیم. یه دونه دوتا. الان بچه ها خیلی خفن شد. بذارید آبا رو من حذفش میکنم، بعد براتون دوباره ویدیو رو میگیرم و نگاه کنید که کلا همش سنگ شده و ما تونستیم یه برج بسازیم. و این روش ساختن خونه آسان برای کسایی که میخوان یه آپارتمان یا برج بسازن. البته بلاکش هم فقط این بلاک سنگه هست. خب بله بچه ها بلاکش این بلاک سنگه هست. الان من روی همون جایی که آب گذاشتم این بلاک رو میزنم و میتونید قشنگ آبا هم میره ساختمون رو ببینید به طور ساده. بله الان تموم میشه دیگه. من ویدیو رو کات میکنم و بهتون نشون میدم که کلش رو من آبا رو حذف کردم، روشون بلاک زدم چه شکلی میشه. خب همینجوری رو ابسیدیانه بلاک میزنیم. بچه ها میدونید برای چی بقیه بلاک رو سنگ میشه و بعضیاش ابسیدین؟ چون اگه یه بلاک کامل لاوا با یه بلاک کامل آب با هم مخلوط شن ابسیدین میشه و بلاک های کوچیک تر باشه تبدیل به این سنگا میشه. بچه بله الان توش این شکلی شد که اینا رو با کلنگ و بیلتون میتونید حذف کنید و ساختمون رو تمیز و مرتب کنید.
که این اشکالاتش خیلی کمتر از کار خود اصلیشه. که خونه رو نگاه کنید، واقعا آپارتمان خفنی شد. حالا ما مثلا یه تیکشو اینجاشو در نظر میگیریم، سوراخ میکنیم و برای خودمون خونه میسازیم. مثلا بچه دقیقه این ویدیو رو هم بذارید یا بنویسید شماره 2 امتیاز بهم بدید از 1 تا 10. اگه خوشتون اومده ما کلی این آموزش‌ها قراره بذاریم تو چنلمون و حتما منو لایک و فالو کنید. خب بچه‌ها میرسیم به آموزش سوم و آخرین آموزش. ما از این بلاک آبی برمی‌داریم و هر چقدر که دلمون میخواد میچینیم به اندازه میزمون و این بلاک صورتی رو میذاریم، یه بلاک باش فاصله میدیم میذاریم دقیقا جلوی این فرچای تابلوهایی که گذاشتیم رو میز. این تابلوها رو هم باید رو میز بذاریم و پشت هر کدوم در میذاریم که الان داره بازی میکنه با ما. میایم پشتش میذاریم، نه بازم نشو، این پشت. بله در رو هم میذاریم پشتشون و باید صندلی ها رو ما روبروی این تابلوها که گذاشتیم رو میز بذاریم. به هر در 2 تا از این تابلوها میچسبونیم که تو اولین ویدیومون بود، تو چیز اولمون که ساختیم. خب تمام این کارا رو انجام میدیم و میرسیم به اصل مطلب که سخت‌ترین کارمون هم هست. خب بچه الان روی هر یه دونه این تابلو ما این ظرف رو قرار میدیم و میذاریم میچرخونیمش که بذاریم روبروی هر صندلی باشه. و حالا این کار رو من انجام میدم. بعد این بلاک سفیدمون رو برمیداریم که فرش سفیده. بعد میخوایم بذاریم رو اونا بغلاش این 2 تا بلاک رو میذاریم و میذاریم روشون قشنگ میافته این رو. بعد اونا رو حذف میکنیم. حالا این طرف هم همین کار رو میکنیم، این فرچه رو میذاریم و حذفش میکنیم بلاکامونو. و اینم از میزان خوری ما که خیلی خفن قشنگ شد. و اینم تو کامنت ها بهم امتیاز بدید حتما. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. لایک و کامنت یادتون نره. گود بای.